خب همونطور که میبینید امروز یک روز خاصیه. 14 فوریه روز عاشقان یا روز والنتاینه و پیغام منم همینه که بگذار خدا والنتاین تو باشه. خیلی همون دنبال والنتاینیم، کسی رو نداریم که محبتش کنیم یا اونطور که میخوایم ما رو دوست داشته باشه، ولی همیشه یک نفر هست و اون خود خداست که میخواد والنتاین ما باشه. امروز در هر شرایطی باشی، ممکنه کسی تو زندگیت کسی الان نیست که دوستش بداری، یا شاید که دوست داری او تو رو دوست نداره. شاید الان در موقعیتی هستی که دوستان زیاد داری ولی دوستدار و عاشق کم داری و نداری. خداوند امروز میخواد که حتی اگر داشته باشی هم، اگر یکی رو داری که واقعا عاشقته، باز هم در مقابل عشق خدا این چیزی نداره، اندازه‌ای نداره، هیچه، صفره. ما در هر صورت چه کسی ما رو دوست داشته باشه چه نداشته باشه، باز هم به اون عشق اولیه خدا احتیاج داریم. میدونم امروز در ایران هم خیلی جشن میگیرن. البته شنیدم که در روز والنتاین امسال قدغن کردن، غیرقانونی کردن که بادکنک های قرمز الان ممنوع بوده امروز که در ایران به فروش برن. ما هم رفتیم گرفتیم و مرسی یسرا جان، گفت آیا ایده خوبی داشتی، من تو رو معرفی میکنم. برای اینکه قانون رو شکستی، رفتی آره این بادکنک ها رو خریدی دیگه، اسمت رفته دیگه، حالا دری میگیرنه، میگن تو روز ما رو لو دادن. همین راحتی معرفی کردم. ایشون فکرش بود که این بادکنک ها رو بگیریم، ولی با هم هستیم. میخوام امروز راجع به همون صحبت بکنم، چون واقعا وقتی که راجع به محبت خدا صحبت میکنیم، فکر میکنیم، من بیشتر محبتی بود بگم ارادی خدا رو و فکری خدا رو بیشتر توجه میکنم، در صورتی که محبت خدا یه بود احساسی هم داره، چون خدا هر سه رو داره و اینو در ما همینو خلق کرده. محبتی که خدا به ما داره در تمام این ابعاد هستش. کلام خدا میگه خدا محبته، ذاتش محبته و ما او رو دوست داریم چون که او ما رو محبت کرد. ولی خیلی مواقع فکر میکنیم خب ما که دوست داشتنی نیستیم، واقعا هم نیستیم دیگه. ما انسان ها، یعنی وقتی خدا به ما انسان ها قبل از نجاتمون به خصوص، حالا بعد از به مسیح ایمان آوردیم، حالا یک کمی آدم میشیم، یک کمی بهتر میشیم، ولی قبل از این که به مسیح ایمان بیاریم و حتی خیلی مواقع بعدش هم همچین آدمای دهنسوزی نیستیم که بگیم او چه آدمی شد دیگه، عاشق خدا، عاشق ماست، برای اینکه خیلی خوبیم. ولی خدایی رو داریم که محبت میکنه چون محبت هست. خداییه که محبت ما جواب محبت اوست، نه خدایی که به ما معرفی کردن که محبت او جواب محبت ماست. یعنی ما بعد اول محبتش کنیم تا او رو ما رو دوست داشته باشه. نه، خدایی که کتاب مقدس معرفی میکنه همچین خدایی نیست که بشینه بگه حالا کی منو دوست داره من محبتش کنم. برعکس، خداییه که اول ما رو دوست داشت و بعد ما جواب محبت او رو میدیم. من در لوقا فصل 10 آیه 27 میبینیم سه بعد محبت رو میبینیم. آیه معروفیه که شبیه شده در متی ما حفظ کردیم و خداوند اینجا میگه به تمام دل، به تمام نفس، به تمام دل، به تمام نفس، تمام توانایی و تمام فکر خود محبت نما، همسایه خود را مثل خود. یعنی خدا از ما میخواد که تمام ابعاد زندگی ما در این ارتباط با خدا. محبت ارتباطه. اصلا وقتی کلمه محبت رو میگی یعنی یک رابطه عمیق، قلبی، جسمی، همه جور. پس وقتی خدا خودش در این آیه اینطوری به ما میگه که با تمامی دل، پس قلب درگیر هست، احساسات درگیره، تمام فکر، تمام قدرت، یعنی عملکرد هم درگیره، چون خودش هم همین کار رو با ما کرده. یعنی چیزی که خدا از ما میخواد خودش کرده. اصلا میگه که خدا ما رو شبیه خودش آفرید، نیست؟ یعنی وقتی خدا احساسات داره، این قسمتش رو گاهی ما درک نمی‌کنیم، به خصوص زمینه مذهب که میاییم. اون خدا یه احساسات داره، احساسش هم همش خشمه، انتقام جوییه. ولی تو کتاب مقدس خدایی رو میبینیم که از بدی خوشحال نمیشه، داوری میکنه. ولی خدایی میبینیم که دل بسیار
رؤوف، احساسی، احساسات عاشقانه داره خدا. اون قسمتش رو من خودم میگم خدا اون قسمتش رو باز کن، چون شخصیت من خیلی منطقیه، بعضیاتون خیلی احساسی هستید، خیلی زود قسمت احساسی خدا رو درک میکنید. خوبه، ولی بعدیش هم اینه که فکر میکنید دیگه احساسی، اگر یه روز احساس نکردی که خدا تو رو دوست داره، فکر میکنی خدا دوستت نداره. همش مهمه. اونایی که آدمای احساسی هستید، بعضی روزا اگر احساس هم نکنی خدا دوستت داره، فرقی نمیکنه. فقط بدان، با عقل خدا را محبت کن، بدان که خدا دوستت داره و خدا رو با فکر خودت دوست بدار. در این امثال، در کتاب غزل‌ها من این محبت رو میبینم، چون که هیچ محبتی مثل محبت خدا نمیشه به ما. محبتی که خدا تشبیه میکنه محبت پدرانه است، جاهایی هستش که مثل یک پدر، مثل یک مادر، حتی میگه مثل مادر دوستتون دارم. ولی در عهد جدید یک مثالی رو که میزنه خیلی بازتر از اونه و اون مثال یک شوهر نمونه به زن نمونه و زن نمونه به شوهر نمونه است. در افسوسیان راجع به همین صحبت می‌کنه. افسوسیان فصل 5 راجع به همین صحبت میکنه که خودش مثال میزنه. وقتی راجع به زنان و شوهران صحبت میکنه میگه زنان خودتو دوست بدارید و شما زنان به شوهران خود احترام بگذارید، مطیع باشید. هی مرتب میگه چنان که مسیح سر کلیسا، چنان که مسیح محبت کرد. هی وسط این آیه ها هی راجع به زناشویی صحبت میکنه، هی وسطش هی میندازه بابا من اینایی که میگم خیلی مهمه، چون که رابطه زناشویی شما نشانه ای از رابطه من با کلیساست، با فرزندانم هست، با جمع فرزندان، جمع شاگردان من این احساس رو جمعی دارم که شما عروس من هستید، من دامادم، من به شما میرسم. جانم رو اینجا میگه حتی برای همسر خود جان خود را بدید، چون همونطور که مسیح جان خودش رو داد. یعنی تمام این مثال ها رو میزنه، مرتب میاد میگه رابطه من، عشق من به شما مثل پدر هست، بله مثل مادر هست، ولی یه بعد دیگه داره که خیلی هم مهمه و اون بعد عاشقانه یک زناشوییه. البته ما چون رابطه های زناشویی نمونه نداشتیم و نمیبینیم، اطرافمون نیست، چون رابطه زناشویی میرسیم میگیم وای خدا این کفره، چون همش به فکر مسائل جنسی و سکسی هستیم. چون نمونه عالی زن و شوهر رو ندیدیم نمیتونیم تصور کنیم چرا خدا مثال اینو میزنه. اتفاقا برعکس، میدونی چرا خدا میزنه؟ میگه زن و شوهرها، من میدونم شما نمونه نداشتید، میدونم پدر مادر شما نمونه نبودن، میدونم نگاه میکنی و اطرافت ازدواج عالی رو کم میبینی یا نمیبینی، میدونم نمونه ندادی که بگی کپی میکنم، من میخوام کپی تو باشم. طوری که من کلیسا رو دوست دارم، کلیسا جمع شاگردان، جمع فرزندان خدا، طوری که من اونها رو دوست دارم، جایی که من جان خودم رو میدم، از من نمونه بگیرید. یکی از درسایی که از محبت خدا میگیریم این که اگر ازدواج درست میخوای از مسیح نمونه بگیر، چون خودش میگه افسوسیان 5 مرتب نمونه میده، بعدم هم میگه بابا این من چیزی میگم همینه. حتی در آیه 5:31 میگه که از اینجاست که مرد پدر مادر خود را رها کرده با زوج خود خواهد پیوست. این جمله‌ای بود که وقتی خدا در باغ عدن انسان و آدم و حوا رو آفرید و این دوتا رو عقدشون کرد به یک نوعی، همین رو گفت مرد از پدر مادر خودش جدا میشه، با زن خودش یکی میشه. ولی بلا فاصله تا میگه جدا میشه و یک تن میشه، بلا فاصله میگه این سر عظیم است، همینطوری سرسری نگیرید. من در مورد مسیح و کلیسا سخن میگم. حتی 2-1 میشن، میگه اینم خوب توجه کنید، 2-1 میشنی که خدا در باغ عدن گفت یک معنی بزرگ روحانی داره، طوری که من میخوام با کلیسام یکی بشم. اینقدر با هم نزدیک باشیم، اینقدر قلبا نزدیک باشیم. خدا میخواد که با ما اینطور نزدیک باشه و خدا میخواد زن و شوهرها اینقدر به هم نزدیک باشن که بتونن بگن ما یکیم، یک فکر، یک دل، یک مسیر، یک اراده، یک تصمیم.
ما همه جور با هم یک هستیم، نه فقط جسم. خیلی روابط زناشویی فقط جنسیه، فقط همین که هم خونن و حالا گاهی ما هم میخوابن. نه، خدا میگه این ازدواجی نیست که من میخوام. ازدواجی که من برای شما میخوام و خودم این رابطه رو با شما دارم بعدهای دیگه داره و از من بیاموزید. اینو میگم چون که خدا این رابطه عاشقانه رو و این رابطه احساسی رو خیلی خوب بیان میکنه. اینجا خیلی درسی صحبت میکنه، ولی وقتی به غزل ها میرسیم، یکی از کتاب های تورات هست که سلیمان نوشته و بعضیا میگن این چی کتابیه، خیلی عشق و عاشقیه، حتی بعضی جاها یک آیه هایی به مسائل جنسی هم اشاره میکنه، نه خیلی زشت نمینویسه ولی اشاره میکنه و میگه کتاب غزل ها یک کتاب عاشقانه زناشوییه. زنه به شوهر اینو میگه، شوهره به این زنه اینو میگه و من واقعا خدا رو شکر میکنم برای خودم میگم که خداوند، من خودم خیلی آدم منطقی ام. یه جاهایی مثل مزامیر که داوود احساس خودش رو بیان میکنه، یا اینجا که اصلا این رابطه زناشویی رو احساسی داره بیان میکنه. احتیاج داریم، به خصوص ما مردا احتیاج داریم، به خصوص ما مردایی که خیلی منطقی بیشتر هستیم تا احساسی، احتیاج داریم خداوند به ما بگه بابا یه بود احساسی هم من دارم، هم شما رو اینطوری احساسی دوست دارم، هم شما هم دیگر دوست داشته باشید. کتاب غزل ها 2 تا کاربرد داره. کاربرد اولش یا تفسیر اولش تفسیر زناشوییه. بعضیا زود میپرن روحانیش میکنن، نه، زناشوییه. خدا داره یه نمونه عاشقانه، رابطه عاشقانه زن و شوهر رو به هم میده. و بعد تفسیر دومش هستش که مسئله روحانیه. همیشه کتاب مقدس رو باید اینطوری بخونیم. بعضی زود میپریم روحانیش میکنیم. کتاب مقدس رو باید یه لایه اول سادهش رو خوند و بعد ببین از لحاظ روحانی چه مثالهایی رو میشه در آورد. اینجا کاربرد اولش رابطه زناشوییه، ولی بعد کاربرد دومش رابطه ای که خدا با ما داره. میگه خب اینو چجوری به هم ربط میدی؟ بابا خودش ربط میده. من الان افسوسیان رو خوندم، خودش ربط میده، خودش میگه رابطه زناشویی شبیه رابطه من با خداونده. پس وقتی اینو میخونیم، اینو میخوام توش ببینید که خدایی که قلبی و احساسی من و تو چطور میبینه. میخوام از فصل 1 شروع میکنم و با هم بعضی آیه های کلیدی رو میخوام اینجا لیست کردم، میخوام فقط اونا رو بخونم. مثلا فصل 1 آیه 14 و 15 اینجا تو این غزل های سلیمان زنه میگه شوهره میگه، زنه میگه شوهره میگه، محبوب محبوبه، محبوب محبوبه. این عشق عاشقی هر دو دارن صحبت میکنن، هر دو تا قلبشون رو بیان میکنن. حالا محبوب که حالا بگیم عیسی مسیحه، محبوب ما هستیم. ببینید چی میگه. محبوب عیسی مسیح به کلیسای خودش، یعنی به من و تو، به فرزندانش. میخوام امروز یه احساسی رو در تو بیدار کنم، احساس محبت شدن از طرف خدا. احساسی، خدا تو رو احساسی دوست داره و وقتی اینو دریافت کنی، جواب محبت احساسی خدا اون موقع احساس تو نسبت به خداست. امروز میخوام تعهدمون رو به خدا، چون به ما تعهد داره، تعهد خود به خدا رو تجدید کنیم. ولی دعای من اینه که یه چیز عمیق احساسی در ما بیدار شه، چون خدا ما رو احساسی هم دوست داره. این آیه های غزل ها، ببینید خدا میگه اینک تو زیبا هستی. میخوام اینو خوب توجه کن، اینو خدا داره به تو میگه، برای خودت بگیر. وقتی میگیم خدا همه رو دوست داره، یه دفعه کلی صحبت میکنیم، یادمون میره کلی یعنی من، یعنی کلی یعنی تو. بله خدا جهانیان رو دوست داره، ولی جهانیان یعنی من و تو، تک 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 تک. حتی خدا میگه اگر یکی هم بود من اون رو به خاطر رو صلیب میرفتم. چقدر آیه ها هست که میگه هر که میخواد بیاد. آیه های هر که یعنی تک تک. خدا جمعی نیست که عمل میکنه، خدا تک تک عمل میکنه. پس میخوام این آیه ها رو حتی اگر لازمه چشاتو ببندیم از خداوند دریافت کنی. خدا داره با تو صحبت میکنه، من نیستم، کلام نیست. خدا داره با تو عزیزم صحبت میکنه. تو عزیز خدایی، خدا دلش برای تو میره، خدا تو رو احساسی دوست داره، خدا عاشق رابطه با توست چون تو رو دوست داره. میگی من کامل نیستم، دقیقاً خدا میدونه ما کامل نیستیم،
ولی ببین چطور تو رو میبینه. خداوند میگه اینک تو زیبا هستی. شاید خودتو زیبا نمیبینی، شاید خودتو زشت میبینی، خودتو با این هنرپیشه‌ها مقایسه میکنی، با همسایه مقایسه میکنی. شاید در خانواده‌ای به دنیا اومدی که خیلی همگی استخوان‌های درشت دارن، میگه هر چقدر من رژیم میگیرم لاغر نمیشم، نمیدونم این بدن رو چیکارش کنم، هر چقدر آرایشم میکنم باز مثل دختر همسایه نمیشم، مثل اون پسر نمیشم، اینقدر خوشتیپ. خدا رو ببین چی میگه. خدا شرط نداره، میگه از چشم من تو زیبا هستی ای محبوبه من، اینک تو زیبا هستی و چشمان تو مثل چشم کبوتر است. گرفتی؟ خدا داره اینطور راجع به تو فکر میکنه. و بعد محبوبه جواب میده، اونم به عیسی مسیح، یعنی من و تو هم باید به عیسی مسیح، به خداوند ما این جواب بدیم، اینک تو زیبا و شیرین هستی ای محبوب من. تو شیرین و زیبا هستی. خداوندا تو منو زیبا میخونی، تو زیبایی، تو که منبع زیبایی. عیسی مسیح منبع زیباییه، عشقش، محبتش، فروتنیش، شخصیت. شما کتاب انجیل رو بخونید، اگه جرأت دارید، چون نمیگذارن شما بخونید، میترسوننتون. شما کتاب انجیل رو بخونید، ببینید عیسی مسیح پر از عشق و محبت، پر از بخشش. چه شخصیتیه، نه تهدید، نه خشونت، نه مرگ. تازه برعکس مردارم زنده میکنه. با خدای واقعی آشنا بشید، نه اون خدایی که به شما غالب کردن که از شما سوء استفاده کنن. خدایی که میگه انقدر دوستت دارم که حاضرم جونم رو برات بدم، نه خدایی که میگه من انقدر دوست داشته باش که جونتو برای من بدی. در فصل بعدی، در فصل 2، محبوبه باز من و تو داریم به خدا اینو میگیم. میگه شغالهای کوچک رو که تاسیسان‌ها رو خراب میکنن برای ما بگیرید. یعنی داره میگه که خداوند اینقدر دوستت دارم، ولی یه چیزای کوچیکی تو زندگی من میاد، این عشقمو نسبت به تو سرد میکنه، این رابطمون رو خراب میکنه. مسائل زندگی، نگرانی‌های زندگی، برخوردایی که با انسان‌ها دارم، این شغال‌های کوچک میان ولی تاکستان رو خراب میکنن، رابطه‌مو با تو خراب میکنن. من میخوام حواسم باشه. خدا میگه حواست باشه عزیزم، تو این دنیا سختی خواهی داشت، اجازه نده سختی های این دنیا رابطت رو با من خراب کنه. آمین؟ اجازه نده. چون اگر اجازه بدی همین چیزای کوچک این مشکل میاد، اون مسئله میاد، این خبر بد میاد، بیپولیه، این همه این مسائل میاد، یه دفعه میبینی با خدا سردی. میگه من شغالهای کوچک نمیگذارم این باقی که با خداوند دارم رو از بین ببره. محبوب داره میگه، البته اینجا خود عیسی مسیح داره میگه انقدر رابطم با تو مهمه، ولی حواست باشه که چیزهای کوچک نیاد رابطه من و تو رو خراب کنه. و بعد محبوبه، یعنی ما میگیم اینجا، میگه محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. در جواب او میگه خداوندا تو مال منی و من مال تو هستم. یکی از دعاهای بعضی میگن که شما دعای نجات چجوریه؟ دعای نجات از قلبه، باید با خداوند صحبت کنی. ولی یه قسمت از دعای نجات که من دوست دارم، هر کی که میخواد قلبش رو به مسیح بده با من دعا میکنه، من مانن اینو میگم. یعنی یه قسمتش اینه، خداوندا من مال تو هم، تو مال منی. مثل عقد دیگه، رابطه با خداوند مثل عقده، ازدواجه، رابطه است. از امروز من مال تو هم و تو مال من هستی. و بعد باز محبوبه من تو میگه شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست می‌دارد طلبیدم. تشنه خدا بودم، تشنه این عشق بودم. او را جستجو کردم نیافتم، نبود. این تشنگی من برطرف نشد. کجایی؟ ای خداوند کجایی؟ بعضیتون داد میزنید ای خداوند کجایی؟ من تشنه محبتم، تشنه آرامشم، تو که محبتی کجایی؟ میگه زدم پیدا نکردم، گفتم الان برخواسته در کوچه ها و خیابون ها به شهر گشته، او را که جانم دوست دارد خواهم طلبید، او را جستجو کردم نیافتم. خیلیاتون سالهای سال دنبال خدا بودید نیافتید، هنوز تشنه هستی، هنوز گرسنه هستی، گرسنه و تشنه آرامش و محبت هستی، هنوز حضور خدا رو اونطور که میخوای تجربه نکردی. شاید دنبال دین و مذهب رفتی، زیارت ها رفتی، دعاها کردی، دعا برات شده، کلیسا رفتی، شاید مسجد ها رفتی، ولی هنوز تشنه ای. دل اینه. و بعد میگه از ایشان چندان پیش نرفته بودم، او را که جانم دوست می‌دارد یافتم، او را گرفته رها نکردم. هللویا.
هللویا. وقتی ما که به مسیح ایمان میاریم، من به گذشتم نگاه میکنم، ای خداوند چه زندگی بود، زندگی خشک، زندگی خالی. نه کسی منو دوست داشت، منم کسی رو دوست داشتم. ظاهری آره، ولی واقعا اون قلب که از اون محبت الهی پر باشه نه. یه چیزی مثلا خوشم میاد، از کی خوشت میاد، ولی اون عشقی که خدا میخواد، میگه وقتی پیداش کردم بهش چسبیدم. شما چطور؟ خدا میگه حالا که منو پیدا کردی به من میچسبی یا باز میری؟ یا حواست پرت میشه؟ تویی که تمام عمرت تشنه بودی، تو که تشنه من بودی، تشنه آرامش بودی، تشنه رابطه با خدا بودی، نمازها رو میخوندی، دعا رو میکردی، ولی حضور منو تجربه نکردی. تو همیشه دنبال من بودی. امروز بیا منو تجربه کن و وقتی منو پیدا کنی دیگه جای دیگه نمیری، میچسبی. محبوب خودت رو امروز پیدا کن. اگه به عیسی مسیح امروز ایمان نیاوردی، امروز وقتیه که با خدای عشق و محبت روبرو بشی و بچسبی. وقتی آشنا شدی بچسبی بهش. او را گرفته رها نکردم. و اگه به مسیح ایمان آوردی، خداوند میگه برگرد به عشق اولت، برگرد به اون جایی که من میخوام تو باشی. فصل 4 باز محبوب میگه، عیسی مسیح باز میگه اینا رو که محبوبه میگه و ما میگیم، در حقیقت باز خداوند این جواب میده، میگه اینک تو زیبا هستی ای محبوب من، اینک تو زیبا هستی. هی داره تعریف میکنه تو زیبا هستی، اون طوری که هستی تو رو دوست دارم، من با چشای خودم تو رو میبینم. اینقدر خودتو نکوب، اینقدر خودتو کم نبین. مردم تو سرت میزنن، زشتی های تو رو میگن، چه صورت تو، چه بدن تو، چه شخصیت تو، حتی خوبی های تو رو زشت میکنن، خورد میکنن، ولی خدایی رو داری که حتی زشتی های تو رو مینه، به تو میگه تو برای من زیبا هستی، تو برای من زیبا هستی، تو رو میخوام، تو مقبول منی، تو پذیرفته شده من هستی. اگر دنیا تو رو طرد کرده، اگر از بچگی تو رو طردت کردن، از بچگی گفتن زشتی، نیستی، نداری، برو گم شو، خدای ما میگه تو از بچگی چشای من رو تو بوده و تو از چشم من زیبا بودی، هستی، میپذیرمت، زیبای من، ای محبوب من تو زیبا هستی. در فصل 5 میاد آیه 8 میگه ای دختران اورشلیم، محبوبه میگه من مریض عشق هستم. چه مریضی خوبی، چه مریضی خوبی که ما بگیم خداوند مریض عشق شدم، یعنی معتاد عشق تو شدم، نباشه من بیحالم، نباشه من خالی هستم. خیلی مواقع ما احساس مریضی میکنیم ولی متوجه نیستیم به چی احتیاج داریم. طوری شده برای شما میگی یه چیزی کم دارم، راضی نمیشی، تو رابطه های انسانی با این دوست میشی، با اون دوست میشی، به این پناه میبری، به پارتیا، به مشروب، به مواد مخدر، به هر چیز دیگه، به تفریح، به گوشیات، همین تو سرت تو گوشیه که از فرار کنی، ولی میگین یه چیزی تو زندگی من کمه، هنوز راضی نیستم. میدونی چی تو رو راضی میکنه؟ تو هنوز احساس مریضی میکنی. هر چقدر پر کنی زندگی تو از مال و از اونا هم بد نیستن، نه اینکه بگم مسیحیت بگی که مال بده، نمیدونم این بده اون بده، همه گناه، نه، ولی راضیت نمیکنه. همه خوبه ولی راضیت نمیکنه. اون عشق و اون تشنگی روحانیت رو از جنس روحه، روحانی از جنس روحه. اگه جسمانی بود از جنس جسم بود، خب میفتی تخت بهتر راحت میخوابیدم، آره بدنم استراحت میکرد، ولی روحت کجا استراحت میکنه؟ قلبت کجا استراحت میکنه؟ من مریض عشقم. اگر احساس مریضی میکنی، داروش عشق خداونده. مریض عشقی که تمام عمر به دنبالش گشتی، پیدا نکردی، به این اعتماد کردی، قلبتو به این دادی، شکست، قلبتو به اون دادی، دزدید، خیانت کرد، قلبت هم شکسته شدی، هی دنبال عشق واقعی گشتی، پیدا نکردی، مریض عشقی. دکتر آماده است، خدایی آماده است که در این ارتباط تو رو پر میکنه، آمادت میکنه، لبریزت میکنه. در همینطور اینا صحبت میکنن. بعد دوباره فصل 7 این محبوب میگه باشه همه اینا که گفتی بذار من جواب تو بدم.
عیسی مسیح هی میگه تو زیبای من هستی، این هستی، اون هستی، ازش تعریف میکنه. بعد دوباره فصل 7 دوباره ما به مسیح میگیم من از آن محبوب خود هستم، اشتیاق من بر وی است. اشتیاق من، بله خداوند، همه اینا که گفتی حالا متوجهم که بله تو اشتیاق تو منم، اشتیاق منم تو هستی خداوند. به جایی میرسم که میگم مشتاق تو هم، نه به خاطر خودت، نه به خاطر کارهایی که برای من میکنی، بلکه به خاطر خودت، نه به خاطر ترس، نگرانی. من جانم مشتاق تو شده، اینقدر تو نیکو هستی، منو زیبا میخونی، منو میپذیری، اینطوری منو میبینی. کلام خدا میگه من تو رو به رحمت و محبت خود جذب کردم. آیه‌ای که قبلا حفظ کردیم، ارمیا 31:3، خدا من از راه دور به من ظاهر شد و گفت به محبت خود ازلی خود تو رو جذب کردم. امروز خداوند میگه بیا با من یک رابطه عمیق‌تر برقرار کن، بیا رابطه احساسی برقرار کن. اونجای دیگه‌اش خیلی خوب، امروز میخوام احساسی. فقط بدون من تو رو احساسی دوست دارم، عزیز منی، برای من زیبایی، مشتاق تو هستم و میخوام که تو در مقابل تو هم همین احساس و نسبت به من داشته باشی. بعد محبوبه یعنی ما به خداوند میگیم من را مثل خاتم بر دل، مثل نگین بر زانوات، بر بازوات بگذار، زیرا که محبت مثل موت زورآور است. ای خداوند حالا که اینطوریه میخوام اصلا بچسبم، جزوی از وجود تو باشم، میخوام مثل خاتم رو دلت باشم، میخوام اصلا اونجا جای حضور من باشه، جای سکونت من باشه، مثل نگین بر بازویت بگذار، میخوام بچسبم، برای تو افتخار باشم، میخوام به من افتخار کنی، میخوام به مردم نشون بدی، بگی من اینو دارم. میبینی چقدر زیباست؟ میبینی نگینم چقدر زیباست؟ میبینی چقدر زیباست؟ خداوند من میخوام طوری باشم که برای تو بدرخشم، میخوام اینقدر به تو نزدیک باشم و اینقدر پاک و زیبا باشم که تو به من افتخار کنی و منو به دیگران پوز بدی. آبهای بسیار محبت رو خاموش نتواند کرد، سیلها را نتواند فرو نشانید. مشکلات زیاد بیاد نمیتونه جلوی محبت منو بگیره و خاموش کنه این محبتی که تو به من داری و من به تو دارم. اگر کسی تمام اموال خانه خیش را برای محبت بدهد، البته آن را خار خواهد شمرد. این آخر فصله میبینی داره به وارد یک رابطه‌ای میشه. اولش احساسی بود، شک داشت، اون مسیح میگفت بابا دوستت دارم، زیبایی. حالا داره براش جا میفته. امیدوارم برای ما هم جا بیفته، جایی که بگی حالا میخوام برای تو بدرخشم، میخوام به تو وصل باشم، میخوام برای تو دنیا منو در تو و تو رو در من ببینن. و بعد میگه که میخوام که تمام اموال خودم رو بفروشم. میگه میخوام زندگیم، حتی اموالم تو رو جلال بده. مال در مقابل تو چیزی نیست. و همین در ایمان مسیح هدیه دادن نشانه ای از محبت ما به خداست. میگه هر جا پول توست دل توست، هر جا دل توست پول توست. یکی از تستای محبت ما به خدا قسمت مالی مونه. از اون لحاظ چقدر، آیا فقط به زبان اینجا میگه اگه انقدر دوست دارم خونم و اموالم هم بفروشم برای من چیزی نیست، خاره. اوکی، این در مقابل عشق تو چیه من دارم میدم؟ این 10 کمو میدم، بیشترم بدم، افتخار داره در مقابل عشق تو؟ این چیزی نیست. زندگیمو برای تو میدم. هدیه دادن از رو عشق در ایمان مسیح، نه از رو اجباره، نه از رو ترس، بلکه از رو عشقه. و خودمون رو چک میکنیم. ما که میگیم خداوند رو دوست دارم، چقدر از خودگذشتگی داریم. چون خدا دنبال عشق دو طرفه است. عشق یک طرفه‌ای که فقط ما میگیم خدا منو دوست داره، خدا منو دوست داره. البته دوست داره، ولی اگه فقط خدا منو دوست داره، او برای من کاری بکنه، این رابطه نشد. این سوء استفاده شد. مثل کسانی که میان و هی قربون صدقت میرن، ازت یه چیزی میخوان، خودتو نمیخوان. این عشق نیست. عشق نیست. وقتی دنبال بعضی آقایون دنبال دخترها هستن، مخشون رو میگن یاد گرفتم چجوری مخشو بزنم مثلا، یعنی طوری باهاش صحبت کنم که دلشو به دست بیاد تا بتونم ازش سوء استفاده کنم. واقعا همینه. دخترام همینطور گاهی دنبال آقایونی هستن که شاید از لحاظ مالی یا موقعیتی هستن و دنبال خودش نیست، دنبال موقعیتشه یا دنبال پولشه. این مال ما انسان هاست که دو طرفه، یعنی هم مردها هم زنها
از همدیگه این سوء استفاده رو میکنیم، ولی خداوندی رو داریم که نمیگه، او داره میده در هر صورت، ولی دنبال رابطه‌ایه که سوء استفاده توش نیست. او از ما سوء استفاده نمیکنه و دنبال رابطه‌ایه که ما هم از او سوء استفاده نکنیم. دو طرف است. تو تمامی دل و جان و قوت خودت منو دوست داشتی، رو صلیب رفتی، هنوزم هستی، تا به آخرم وفاداری، هیچ وقتم خیانت به من نکردی، نمیکنی و تا آخر خواهی ماند. حالا در مقابل، ما این قسمتشو کم میگیم، در مقابل این عشق، بابا عشق دو طرف است. من هم تو رو دوست دارم، من هم تا به آخر با تو خواهم بود، من هم تو رو ترک نمیکنم، من هم تو رو به تو خیانت نمی کنم. آمین. اونجاست که زیبا میشه. غزل‌ها زیباییش دو طرف است. رابطه یه طرفه با خدا نداشته باشیان. میدونی خدای ما دلش میشکنه. در کتاب پیدایش میگه، در کتاب مکاشفه در فصل 2 آیه 15، در فصل 2 آیه 1 تا 5 راجع به کلیسایی صحبت میکنه. کلیسای افسوس میگه که اول کاراشونو میگه اعمال تو رو میبینم، مشقت رو میبینم، صبر رو تو رو میبینم، میدونم برای جلوی بعد اشرار ایستادی، بعد همه کاری کردی، سختی کردی، صبر داشتی، به اسم من تحمل کردی، خسته نشدی، همه رو میگه. این نشانه کسانی هستند که ما داریم برای مسیح کار میکنیم. ولی جالبه میگه خب خیلی کارا رو خوب کردی، ولی یک اشکالی رو در تو میبینم، محبت نخستین خود رو ترک کردی. کارا رو داری میکنی ولی قلبت با من نیست، مثل اول عاشق من نیستی، ولی کار مسیحوار تو میکنی، خدمت داری میکنی. این شاید یک کشدار به ما مسیحیان که تو کلیسا میایم حتی خدمت میکنیم و کم کم از اون رابطه عاشقانه دور میشیم. هممون، من خود من همینطور میگم آقا دارم خدمت میکنم، خب دارم خدمت میکنم، رابطه‌ام با خدا خوب هست، بیزینسی خدمتی هست، ولی بعد عشقیش چیه؟ بعد احساسی داری. میدونی خدا تو رو بعد احساسی دوست داره و در مقابل اونو میخواد. من یادم یه عزیزی زنگ زده بود و شهادت میدادی، خانم میگفتش که هشام من 3 تا فرزند دارم، 20 ساله و ازدواج کردم و شوهرم بعد از این 20 سال رفت و یک زن دیگه گرفت که از من 20 سال جوان‌تره. بعد من واقعا احساس طرد شدگی، احساس خرد شدن کردم. 20 سال من زندگیمو برای تو دادم، بچه‌هاتو دارم بزرگ میکنم، دستمزد من اینه. و گفت خیلی شبا نمیامد، اگرم میامد با پررویی میگفتش که من امشب اینجا نیستم، میرم خونه اون. خرد شده بودم. خیلی هم باهاش بد رفتاری میکردم، خرد بودم، عصبانی بودم. هر موقع میامد خونه دعوا داشتیم، فحش و فحشکاری. شوهر اینم تو شوهری، اینم دستمزد من. و تا اینکه گفت در اون تنهایی هام شبکه شما رو نگاه کردم و وقتی راجع به مسیح صحبت کردی و این جمله رو گفتی که هیچ مردی در دنیا وجود نداره که بتونه تو رو اونطور که لیاقتش رو احتیاجش رو داری محبت کنه. حتی اگه شوهر خوبی هم داشته باشی بازم کم میاری، بازم انسانی نیست که اون قلب تشنه تو رو سیراب کنه. و یه جمله گفتید عیسی مسیح بهترین شوهراست. خودش میگه من شوهر کلیسام، که او قلب تشنه تو رو سیراب میکنه، تو رو اونطور که هستی میپذیره، با تو روزانه رابطه داره، تو رو محبت میکنه. گفت وقتی اینو من شنیدم از شبکه‌ام دعا کردم، گفتم میخوام خدا بده اینو، من میخوام دعا کردم و با شما دعا کردم و زندگیم زیر و رو شد. یه آرامشی تو زندگی اومد، احساس کردم خدا با من و در منه و اون کاری که شوهرم نمیتونست و نمیخواست بکنه حالا از خداوند گرفتم. دیگه احساس کمبود نمیکردم. شوهرم که میامد دیگه با آرامش باش صحبت میکردم. تعجب کرد، گفت حالت خوبه؟ من میام خونه، قبلا فحش میدادی، دعوا میکردی، حالا ساکتی. بعد شما یادم دادید که ببخشم. بعد برنامه رو نگاه کردم، گفتید بعد ببخشی. کاملا همسرمو بخشیدم، دادم خداوند. گفتم خداوند تو برای من کافی، چه محبتم بکنه چه نکنه، چه وفادار باشه چه خیانت کنه، برای من مهم نیست. اون زندگی منو تعیین نمیکنه، تو زندگی منو تعیین میکنی. گفت در حضور خداوند بخشیدم چون شما بخشش رو به من یاد دادید. بعد از مدتی برنامه‌تون رو نگاه می‌کردم، گفتید که خب بعد دشمن خودت رو هم محبت کنید.
هم حالا باید دشمنم محبت کنم. چشم ای خداوند اینقدر دوستت دارم. ببین همه از محبت میاد. متوجه هستی؟ اینقدر دوستت دارم، اینقدر در من هستی. چشم خداوند، هر چیزی که از من بخوای به قدرت خودت انجام میدم. خب دشمن خود را محبت کن. کیه دشمن من؟ آها، اون زن است. اون زنه دشمن زندگی من. اون زندگی منو خراب کرد. چجوری محبتش کنم؟ فهمیدم. بعد این خانم میگفت من به اون خانم زنگ زدم. گفت اول که تلفن رو برداشت فکر الان دیگه اومدم فوش خوشکاری می‌خواست بذاره. گفتم نه من فوش هیچ چیزی ندارم، مثل قبل فوش نمیدم. من یه کاری کوچیک باهات داشتم، قول میدم فوشم بهت ندم. گفت نگه داشت. گفتم تو اولا که تو شوهر منو از من دزدیدی، ولی من ناراحت نیستم، تو رو بخشیدم، هیچ چیزی بر علیه تو ندارم. و دلیل اینکه زنگ زدم اینه که بهت بگم من با یه شوهر دیگه آشنا شدم، با یه مرد دیگه خیلی از این یکی بهتره، خیلی محبتش از این بیشتره و میخوام تو هم باش آشنا بشی. هر چقدرم دوست داری باش وقت بذار، من ناراحت نمیشم. گفت جدی کیه؟ گفتم عیسی مسیحه و مسیح رو به او بشارت دادم. می‌دونید مسیح چه کار میکنه؟ اینا شهادتاییه که از شبکه 7 ما میشنویم. اینا شهادتایی که به خاطر همکاری من و شماست. عزیزانی که دعا میکنید، عزیزانی که هدیه میدید که باعث میشه این پیغام وارد خونه‌ها بشه، بعد خدا استفاده کنه. میخوام واقعا تشکر کنم عزیزانی که با ما دعا میکنید، عزیزانی که هدیه میدید. بعضیا هستید ماهیانه رفتید آنلاین، ماهیانه دارید میدید. میخوام بدونید این نتیجه همکاری ماست. خدا انجام میده ولی از طریق من و شما که با هم همکاری میکنیم. خدا میخواد زندگی‌ها رو عوض کنه. اون تعهد، امروز خداوند میگه من تو رو دوست دارم، تو منو دوست داری. خداوند اون تعهد رو گذاشته، میگه هر کی میخواد دنبال من بیاد باید منو از همه کس و همه چیز بیشتر دوست داشته باشه. میگه هر کی منو دوست داره از من اطاعت میکنه. رابطه یکی از حتی اطاعتش از روی عشق و محبته. امروز بیام خودمون رو چک کنیم، بگیم خداوند من میخوام وارد اون رابطه باشم. اگر مسیر رو میشناسی، مقدار قلبت سرد شده، میگه که برگرد به عشق اولیه. اگر نه، امروز میخوام دعوتت کنم. خدا داره دعوتت میکنه. خداوند میگه که چشمای من بر تو بوده، از بچگی من تو رو میشناختم، از بچگی تو رو دوست داشتم. امروز میخوام دعوتت کنم که بیای در آغوش من. آماده هستی؟ بیای این عشق رو تجربه کنی. تو منو نمیشناختی، من تو رو میشناختم. شاید تو منو دوست نداشتی و شاید هم نداری. انقدر به تو به نام من بدی کردن که از من متنفری، ولی من از تو متنفر نیستم. شاید به من فحش دادی ولی من دلم نشکسته. من میدونم از دردته که به من فحش دادی، ولی من به دنبال تو بودم و دنبال تو هستم. آیا میخواید امروز با همچین خدایی ملاقات کنید؟ میخوام با من دعا کنید چون او آماده است. اگر این دعا رو با من بکنید، از قلب بکنید، خداوند جواب میده. اینطوری دعا میکنه، میگه خداوند تو رو دوست دارم چون تو منو دوست داشتی. همین پیغام امروز رو دعا کن. بگو خداوند دوستت دارم چون تو منو دوست داشتی. آمین. و تو مال منی و از این لحظه من مال تو هم. زندگی من مال توست، قلب من مال توست، آینده من مال توست. به قلب و زندگیم خوش اومدی عیسی مسیح. دعوتش کن. عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا و خوش آمدی. اونایی که دارید این دعا رو میکنید، روح خدا بر شما داره میریزه. من میدونم چون خدا به وعده‌هاش وفاداره. کسی که بخواد و ترک نمیکنه. میگه بخواید تا به شما داده شود. همین امشب میتونی، همین الان میتونی تجربه کنی. بگی خداوندا امشب در این لحظه زندگیمو تقدیم تو میکنم. از این لحظه میگم تو منو دوست داشتی، از این لحظه من هم تو رو دوست دارم. به قلب و زندگی من بیا، منو پر کن. از امروز من مال تو هم و تو مال منی. من این دعا رو خیلی دوست دارم چون مطابق کلام خداست. از امروز من مال تو هم، از امروز تو مال منی. دو طرف است، دو طرف است. آمین، آمین. اون موقع هیچ چیزی شما رو از او دور نخواهد کرد. به شهادتی همین هفته قبل شنیدم از یک خانومی که میگفت من 5 ساله بودم مادرم رو از دست دادم و نامادریم خیلی منو کتک میزد، خیلی اذیت میشدم، هر روز تقریبا کتک میخوردم. گفت میرفتم توی گنجه قایم میشدم که کمتر کتک بخورم. گفت یکی از روزا که تو گنجه بودم یک شخص نورانی جلوی من ظاهر شد، منو نوازشم کرد و گفت دختر من ناراحت نشو، من همیشه با تو هستم.
و هر موقع ناراحت میشدم میرفتم تو گنجه، حضور او رو احساس میکردم، باهاش صحبت میکردم، آرامش میگرفتم. این ادامه داشت تا بزرگ شدم، ازدواج کردم و با یک شخص خیلی مذهبی ازدواج کردم و بعد که ازدواج کردم یکی از دوستای من راجع به کانال شما صحبت کرد. گفت اینو ببین. منم کانال شما رو نگاه میکردم، به مسیح ایمان آوردم. وقتی کتاب مقدس خواستم، برای من کتاب مقدس فرستادی، ولی چون شوهرم خیلی مسلمون دو آتیشه بود جرئت نمی‌کردم بهش بگم من مسیحی شدم یا حتی کتاب مقدس دارم. مخفیانه کتاب مقدس رو میخوندم و زندگی من عوض شد، از درون عوض شد. دیگه اون افسردگی که از بچگی بود از من برداشته شد، یه شادی اومد. تو خودم خیلی بودم، دوست داشتم با هیچ کی رابطه نداشته باشم، افسرده بودم، از خودم بیرون اومدم، شروع کردم شوهرم رو خدمت کردم. یه شادی تو زندگیم بود، تو صورتم، تو رفتارم. تا اینکه یه بار که رفته بودم خرید، شوهرم اتفاقی کتاب مقدس منو پیدا کرد تو خونه. وقتی کتاب مقدس رو نگاه کردید همه جا نوشتم، چون هر چی یاد میگرفتم کنار کتاب مقدس هم مینوشتم. از نوشته هام فهمید که من مسیحی شدم دیگه. وقتی اومدم عصبانی شد که تو کافر شدی، تو حالا نجس شدی. بعد زنگ زد، دوتا از برادراش اومدن، ستایی منو حسابی کتک زدن. منو توی اتاق انداختن، درو بستن، 2 روز نه آب دادن نه غذا. و شوهرم میگفت باید مسیح رو انکار کنی. گفتم من نمیتونم. وقتی دید به نتیجه نمیرسه و من گفت طلاقت میدم، گفتم من نمیتونم مسیح رو انکار کنم. چیزی که به دست آوردم، چیزی که تمام عمر دنبالش بودم، به دست آوردم، همونه که از بچگی دنبال من بود. تو گنجه باش من آشنا شدم. شوهرش گفت طلاقت میدم، طلاقم داد. گفت بعد از اون که طلاق گرفتم فهمیدم، بلافاصله فهمیدم من یه سرطانم دارم. گفت ولی انقدر مسیح تو زندگیم کار کرده بود، از شوهر که هیچی، از طلاق که هیچی نمیترسیدم، از مرگم نمیترسیدم. و وقتی که کیموتراپی میکردن، شیمی درمانی میکردن، شاد بودم. طوری شاد بودم که پرستارها همه تعجب میکردن. به پرستارها راجع به مسیح گفتم و یه روز یکی از پرستارها با من دعای نجات رو کرد. اینقدر اون روز شاد بودم. خداوند در سرطان، در مریضی من هم یک نفر نجات پیدا کرد. بعد میگه 7 ساله که از اون روزها میگذره، مسیح سرطان منو شفا داده. من مسیح رو به هیچ عشقی نمیفروشم. میخواد طلاقم بده. من به انسان احتیاج ندارم، من به او احتیاج دارم. و الان میخوام بگم که با شما همکارم و شهادت عشق مسیح رو به همه میدم. خداوند رو دعا میکنم که ما هم برای تو بایستیم، هر ترس های ما رو برداره خداوند. عزیزانی هستید که از همسرتون میترسید، او رو اول محبت کنید، با تمام جان او رو خدمت کنید، محبتش کنید، ولی نترس که به او بگی یک عشقی وارد زندگی من شده که باعث میشه تو رو بیشتر دوست داشته باشم نه کمتر. خدا وارد زندگیم شده، همسر عزیزم، زن عزیزم، شوهر عزیزم، بابا جون، مامان جون، برادرم، خواهرم، پسرم، دخترم، همه این خانواده که اطراف گذاشتن این جمله کاربرد داره. عشقی وارد زندگیم شده که تو رو از قبل بیشتر دوست دارم نه کمتر. خداوند رو دعا میکنم در این روز والنتاین اعلام میکنم والنتاین ما تو هستی، عشق ما تو هستی، همونطور که ما والنتاین تو هستیم. ما عشق تو بودیم، حالا امروز تو عشق ما هستی. خداوند این جنبه احساسی ایمان ما رو گسترش بده که درک کنیم، احساس کنیم تو به ما داری میگی تو زیبا هستی، محبوب من، تو زیبا هستی، چشمان تو مثل کبوتره. آمین. میخوام یک سرودی هستش که ژیلبرت خونده بر اساس همین غزل هاست. میخوام با هم بخونیم. شما با هم بایستید، بیستیم اینجا، بعد با هم میخونیم. بیاین کنار من. بیایم این سرود رو بذار، ما میخونیم. محبوبم از آن من است و من از آن. خود را بنما و آوازت را بشنوم.
آسمانی تو تنها نور جهانی محبت تو بی انتهاست آواز محبوب من است در قلبم را میکوبد با صدای دل نوازش مرا به نزدش میخواند محبوبم عیسی از آن من است ای منجی آسمانی تو تنها نور جهانی ای منجی آسمانی تو تنها نور جهانی محبت تو بی انتهاست من از آن محبوبم و اشتیاق بر من است محبوب من برتر ز هر محبوبیست اندر این جهان محبوبم عیسی از آن من است ای منجی آسمانی تو تنها نور جهانی ای منجی آسمانی تو تنها نور جهانی محبت